سلام خدمت همه دوستان و کاربران عزیز در وبسایت توسینسو. با قسمت 21 و دوره پیشرفته فورتیگیت در خدمت شما عزیزان هستم. توی این قسمت می‌خوایم این اسپکشن مود هایی که توی دستگاه فورتیگیت داریم ما با همدیگه بررسی بکنیم. دوستان زمانی که ما یه پالیسی تعریف می‌کنیم یه قسمتش اینه که باید مشخص بکنیم که توی چه این اسپکشن مودی بیاد عمل بکنه. دو تا این اسپکشن مود داریم، یکی فلو بیس، یکی هم پراکسی بیس هست که این دوتا رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. روش اول روش فلو بیس هستش که این روش دیفالت هست که زمانی که شما یه پروکسی رو تعریف میکنین و این رو تغییر نمیدین در حالت فلو بیس خواهد بود. تو این حالت دوستان دستگاه فورتیگیت ما ترافیکی که داره رد میشه و از اون در واقع پالیسی با اون پالیسی مچ میشه و داره رد میشه رو بافر نمیکنه و کاری که میاد انجام میده میاد بسته به بسته اونها رو بررسی میکنه. و این تصویر با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم که به چه صورته. در نظر بگیریم که مثلا از طریق مثلا اینترنال نتورکمون یه فایل از طریق اینترنت داره میاد دانلود میشه و ما مثلا به طور مثال اومدیم از این قابلیت هایی که روی فورتیگیت وجود داره مثلا آنتی ویروس رو فعال کردیمش. کاری که میاد انجام میشه اینه که این فایل که دریافت میشه در قالب یه بسته که نیستش، اون یه حجمی داره و اون فایل به بسته های زیادی تقسیم شده، مثلا ممکنه مثلا 100 تا بسته باشه. این بسته ها که دست فورتیگیت میرسه در حالت فلو بیس پس میاد اونا رو بافر نمیکنه و دونه دونه بسته ها رو میاد بررسی میکنه. به همین خاطر دوستان توی این روش این کار به سرعت میاد انجام میشه، یعنی هر بسته که دست فورتیگیت میرسه همونجا اونو چکش میکنه و در واقع ارسال میکنه و منتظر انگار سایر بسته ها نمیمونه. در صورتی که مشکلی مواجه بشه و در واقع نقصی داشته باشه اون بسته، مثلا الان بحث فایل و بحث آنتی ویروسه، اون فایل به عنوان یه ویروس شناسایی بشه دیگه میاد همونجا یه بسته ریست یا ریست پکت رو برای دریافت کننده ما میاد ارسال میکنه و باعث میشه که عملا اون ارتباط بیاد قطع بشه. پس توی این روش نکته اول اینه که بافر انجام نمیشه، بسته ها یکی یکی میاد بررسی میشه و به صورت در واقع انگار ریل تایم هم مشکلات و مسائلی که وجود داره میاد شناسایی میشه و در لحظه همونجا بسته رو که چک بکنه متوجه مشکل بشه همونجا کانکشن ما دراپ و قطع خواهد شد. برای مواردی که دوستان ما بحث تروپودمون اولویت داره، ما یعنی در واقع ظرفیت ترافیکیمون برامون اولویت داره، این روش چون روش سریعتری هست پیشنهاد میشه. در کل این روش تو این روش میزان منابع و پردازشی کمتری رو نیاز خواهیم داشت و همچنین توی بسته ها تغییری رو فورتیگیت ایجاد نمیکنه چون بسته رو میگیره همونجا پردازشش میکنه و بسته رو ارسال میکنه و دیگه در واقع منتظر کل مثلا بسته ها نیست. مگر اینکه مشکلی وجود بیاد و مشکلی رو مشاهده بکنه، یه تهدیدی رو مثلا مشاهده بکنه که بخواد دیگه جلوی اون ارتباط رو بگیره و اون ارتباط رو قطع کنه. پس این از عملکرد فلو بیس. روش بعد روش پراکسی بیس هستش. توی حالت پراکسی دوستان ترافیک توسط فورتیگیت جهت این اسپکشنی که انجام میخواد بده یا در واقع همون بازرسی که میخواد انجام بده بافر میشه. یعنی همین فایلی که ما داریم دریافت میکنیم میاد اون بسته های اون فایل رو شروع میکنه به بافر کردن و اون بسته ها رو دیگه ارسال نمیکنه برای مقصد. یعنی مثلا به طور مثال شما توی ارتباط که در نظر بگیرین که این ارتباطی که داره شکل میگیره، حالا یه فایل میتونه باشه، یه ایمیل میتونه باشه یا مثلا یه وبسایت رو شما باز کرده باشی، تمام اون دیتاش میاد بافر میشه. بافر که شد تمام کل اون در واقع فایلمون یا حالا ایمیل هست حالا هر چیزی که هست کلشو که در توسط فورتیگیت دریافت شد بعد میاد کلشو بررسی میکنه و میبینه که این در واقع کل اون فایل مشکلی داره یا نه.
از لحاظ بحثایی که حالا شما براش مشخص کرده بودین که چه مواردی رو در واقع بیاد بررسی بکنه. پس کل فایل دست فورتیگیت کلش رو میاد چک میکنه، اگر ببینه مشکلی نداره میاد کل فایل رو دیگه ارسال میکنه به سمت مقصدش، کسی که اون در واقع فایل رو مثلا درخواست داده. اگر هم مشکل داشته باشه که خب اونو میاد عملا دراپ میکنه. برای بهبود عملکرد در واقع این روش پراکسی بیس ما میتونیم باز بیایم تنظیم بکنیم، بگیم که اگر فایل از یک سایز مشخصی بیشتر بود بیاد اونو مثلا بلاکش کنه یا ایگنورش بکنه، دیگه اون بررسی ها اینا رو انجام روش نده. چون مد نظرتون باشه ممکنه مثلا یه فایل به طور مثال یه فایل ایزوی مثلا نصب ویندوز رو دارین دانلود میکنین که چند گیگ مثلا حجمش باشه، خب کل اونو که فورتیگیت نمیتونه بیاد بافر کنه. به صورت معمول عددی که داره براش 10 مگ مشخص شده که حالا باز بستگی انگار به مدل های مختلف دستگاه ها این عدد میتونه متغیر باشه. 10 مگ یک عددیه که در واقع در نظر میگیره، یعنی برای فایل ما اگر 10 مگ بیشتر باشه میتونیم براش مشخص بکنیم که اونو ایگنورش بکنه، کلا ازش صرف نظر بکنه، یا نه کلا بلاکش بکنه بدون اینکه در واقع اون فایل رو بررسی کرده باشه، کلا اونو میاد بلاک میکنه. مورد دیگه اینه که برای اینکه در زمان بافر شدن کلاینت ما به تایم اوت نخوره، چون که ممکنه یک بازه زمانی طول بکشه، این فایل ما مثلا حجمش مثلا 10 مگه، بازه زمانی طول بکشه تا این بافر بشه، سمت کلاینتمون تایم اوت نخوره، میتونیم تنظیم بکنیم که بیاد یه بخش کوچیکی از این فایل رو برای یک کلاینت ما در واقع برای اون مقصد ارسال بکنه که اون متوجه بشه که داره فایل براش ارسال میشه. این کار رو با استفاده از قابلیتی تحت عنوان کامفورت کلاینت میتونیم بیایم انجام بدیم. یعنی این فایلی که داره دریافت میکنه، داره بافر میکنه، یه بخش کوچیکی ازش رو میاد ارسال میکنه برای اون دستگاه. روش دوستان پراکسی بیس کامل ترین روش اینسپکشن هست و کامل ترین اینسپکشنی که ما میتونیم انجام بدیم با استفاده از روش پراکسی بیس هستش، اما خب روی عملکرد میتونه تأثیر بذاره و نسبت به روش فلو بیس کنتر خواهد بود. اما در حالت معمول این میزان کندی که میگیم یه میزان خیلی جزئی هستش و واقعا به چشم نمیاد. پس این دوتا روش باش آشنا شدیم دوستان. تو حالت اول ما بافر کردن نداریم و این اینسپکشن رو پکت به پکت انجام میده. توی روش دوم میاد کل فایل میاد بافر میشه و کل فایل میاد در واقع اینسپکشن روش انجام میشه و در صورتی که مشکلی نداشته باشه ارسال میشه. این تفاوت این دوتا روش بود. توی این اسلاید بعدی هم این رو مشخص کردیم که مثلا یک سری از این قابلیت ها در واقع از سکیوریتی پروفایل هایی که میتونیم توی فورتیگیت استفاده بکنیم تو چه مودی قابل استفاده است. اکثرش رو توی هر دو تا روش میتونیم داشته باشیم، یعنی مثلا آنتی ویروس رو هم در حالت فلو مود و هم در حالت پراکسی مود میتونیم بیایم استفاده بکنیم. بعضی از قابلیت ها به طور مثال WAF یا ICAP اینا رو نگاه میکنیم در حالت فلو مود اینا رو نداریم و فقط توی حالت پراکسی مود داریم. حالا بین این لیست هم ویدیو فیلتر هم نمیبینیم. ویدیو فیلتر هم جزء مواردیه که توی حالت پراکسی مود کار میکنه، توی حالت فلو مود کار نمیکنه. توی محیط خود در واقع فورتیگیت اونم که بخوایم اینو چک کنیم، زمانی که شما اینجا کرییت نیو میزنید این قسمت اینسپکشن مود، این مود رو مشخص میکنین. گفتیم که پیش‌فرض در حالت فلو بیست هستش که شما میتونید اون رو تغییرش بدین در حالت پراکسی بیست بذاریمش. اینجا رو که بیارم، حالا این در واقع سکیوریتی پروفایل هایی که اینجا داریم روی حالت فلو بیس که میذارم ببینید تعدادش کمتر میشه. اینو که اضافهش که میکنم مثلا این ویدیو فیلتر هم میاد بهش اضافه میشه. مورد دیگه هم که بهش اشاره کردیم که حالا انشالله توی یه ویدیو که به بحث پروتکل آپشن بپردازیم به اون کاملتر خواهیم پرداخت، بحث کامفورت کلاینت هستش که در این بخش میتونین ازش استفاده بکنیم.
خب اینم از بحث اینسپکشن مود و تفاوتی که توی بحث عمل کردی با هم دارن که متوجه شدین که با هم دیگه چه تفاوت دارن و بر حسب نیازتون میتونین بیاین اونا رو استفاده بکنین. مثلا برای روش هایی مثل به طور مثال شما یه فایل سرور دارین، بهتره که از روش فلو بیس در واقع یا همون فلو مود رو بیاین ازش استفاده بکنین. خب اینم از بحث این ویدیومون. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.